روز 4 ینور سال 2024 به 4 اویله ساکنان شهر کولوب که بر اثر صدمه نقلیاتی پرقربانی شام 6 آگوست سال 2023 خانه‌هایشان خراب شده بود، خانه‌های نو دادند. روزنامه ختلان نشریه رسمی حکومت ولایت ختلان با نشر 6 عکس در گروهش در فیسبوک خبر داد که مراسم سپردن خانه‌های نو به اویله‌های آسیب دیده در جریان سفر کاری سروزیر تاجیکستان قای رسولزاده صورت گرفت. در عکس‌های نشر شده دیده می شود که در مراسم همچنین وزیر نقلیات عظیم ابراهیم، رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعیدزاده و شهردار کولوب بختیار نظرزاده نیز حضور داشتند. ختلان خبر داد که خانه‌های استقامتی با تمام تجهیزات و لوازمات ضروری برای 4 اویله آسیب دیده در صدمه نقلیاتی در محله دوستی شهر کولوب از حساب زمین‌های بیکار خوابیده بازار سامانیان ساخته شدند. خانه برای اویله یورف سفرمراد را حکومت ولایت ختلان، برای اویله یورف جمعخان را شهرداری کولوب، برای اویله یورف شمسالله را مسجد جامع شهر کولوب از حساب نمازگزارانشان و یک خانه برای اویله جانون و قربانبی را کمیته اجرایی شعبه کولوبی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان ساختند. ختلان می نویسد که هر کدام این خانه ها از 3 حجره و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشند. سروزیر کاخی رسولزاده هنگام سپردن خانه ها به اویله های آسیب دیده گفته است که هیچگاه رو افتاده نشوند، زیرا دولت و حکومت همیشه در پهلوی شهروندانش می باشد. بر اثر صدمه نقلیاتی پرقربانی شام 6 آگوست سال 2023 در نزد بازار سامانیان شهر کولوب 10 نفر به هلاکت رسیدند و 11 نفر دیگر جراحت برداشتند. صدمه کولوب در برابر یک صدمه پرقربانی اول ماه ایول در فیض‌آباد که 11 کشته به جا گذاشت، یکی از پرقربانی ترین صدمه های سال 2023 در تاجیکستان به شمار می رود. گفته می شد سببگار صدمه از کار برآمدن ترمزهای یک ماشین پربار شرکت کفالت واردات و صادرات شده است که با صورت بلند از طرف نویه شمس‌الدین شاهین سرازیر شده در نزد بازار سامانیان 7 ماشین و چند خانه و ازدحام رهگذران را پخش کرد. راننده ماشین شورتجان ارگشوف نیز در آن صدمه به هلاکت رسید. مقامات تاکنون درباره اینکه آیا این شرکت برای صدمه پرقربانی ماشینش به جزا کشیده شد یا نه خبری ندادند و اسم صاحب اصلی شرکت را هم آشکار و نشر نکردند. طبق اسنادش مؤسس شرکت کفالت واردات و صادرات حسین زیایف و رئیس شرکت مولان زیایف 2 شخصیت در جامعه ناآشنا می باشند، اما معلوم نیست که این شرکت در اصل از خود آنها است و یا تنها به نام آنها.